ای آفتابی تابان بشنو سلامی ما را، زین خاک تا به کیهان بشنو سلامی ما را. ای بلبل خوش الهام بشنو سلامی ما را، ای خلق تاجیکستان بشنو سلامی ما را. نمی روید دیگر مثل سیاهگوش، نمی خواند سرود رفت خاموش. زیگورش سبزه روید او نروید، زمین گل پوش او باشد کفن پوش. با سلام و درودهای گرم و جوشان امروز همه مهمانان و مخلصان و اهل باشندگان این محفل را خیر مقدم میگوییم به آن دیاری که زاده هنرمندان اصیل است. و باعث افتخار است که امروز در محفل ما معاون رئیس ناحیه فیض‌آباد محترم رشیدزاده مغفرت حضور دارند و حالا با کمال احترام رشته سخن را به رئیس میدیم. مرحمت. همدیاران عزیز، مهمانان گرامی قدر، حاضرین ارجمند، سراول همه شما را به این تالاری پر از شادی و سرور، شعر و ترانه و مهر و اخلاص، تالاری که از منبر آن بارها حافظ توانای ملت، دارندن عنوان فخری حافظ خلقی تاجیکستان دوستمراد علیف ترانه‌های خویش را برای همدیاران اعتقادمندش با یک شور شعر سراییده است خیر مقدم گفته. به مهمانان عزیز و گرامی قدر که دعوت ما را پذیرفته وقتی قیمت خود را دریغ نداشته به این محفل تشریف آوردند، از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، شخصا از نام محترم رئیس ناحیه کریمزاده منصور تغای منتداری صمیمی اظهار می‌نمایم. هر یک مکان و موضع بهشت آسای تاجیکستان عزیز با خصوصیت‌های خاص خود از جمله صنعت و معنویات، طبیعت و ترانه‌های طبیعیش شهرت خاصه پیدا نموده است. ناحیه فیض‌آباد نیز یکی از گوشه‌های زیبا منظر و دارای تاریخی بای کشوری بهشت آسایمان با طبیعت زیبا و دلربا، باد و هوای خوشگوارا، میوه‌های شهدبار و خوش‌طعم و تاریخ بیش از 3000 ساله خود در سراسر جمهوری تاجیکستان و بیرون از آن شهرت دارد. شهرت این دیار زیبا منظر با وطن دوستی و مهنت قرینی و هنرمندی و ایجادکاری فرزندانی با ننگ و ناموسش باز هم بیشتر و بهتر احساس می‌گردد. چطوری که اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان قید نمودند، فیض‌آباد ملک پرفیض و زادگاه چهره‌های معروف علم و ادب و صنعت و معنویات تاجیکان بوده. صنعت و معنویات تاجیکانه مردم آن با وطن دوستی و وطندار، با غیرت و کاردان و با ننگ و ناموس می باشند. یکی از چهره‌های معروف صنعت آوازخوانی تاجیک دوستمراد علیف که در رشد صنعت آوازخوانی با سبک و لحن خاص، آواز شیرین و ناتکرار خویش سهمی بارز گذاشته در دل مخلصان ابداً جای گرفته است و امروز پیروانی زیاد دارد. زاده همین دیار بوده شهرت آن را به دوری‌ها برده است. مورد افسوس و دریغ زیاد است که این ستاره درخشان صنعت تاجیک خیلی بر وقت غروب کرد. او 17 اپریل سال 1989 دو روز قبل از آغاز 40 بهار زندگی دنیا را ابداً ترک نمود. استعداد اصیل و فطری، مهنت و زحمت شبانه روزی او امکان داد که با وجود عمر کوتاه خود مکتب آوازخوانی خویش را سازمان دهد و نامش را در دل مردم ابداً جای دهد. امروز مکتب آوازخوانی دوستمراد پیروان و شاگردان زیاد دارد که هر سال در روز زادروز ایشان 19 اپریل با یاد او گرد می آیند و خاطر نیکش را گرامی می دارند. امروز ساکنان ناحیه با نام این مرد هنر حافظ خلقی تاجیکستان افتخار نموده، نام و هنر اصیلش را زنده می دارند.
با نام دستمراد علیف نامگذاری نمودن یکی از جماعت‌های دهاتی ناحیه، مؤسسه دولتی مکتب صنعت ناحیه همه ساله در روز مولود موصوف برگزار نمودن همایش فرهنگی دستمرادخوانی دلیل روشنی قدرشناسی آن کس هستند. صدای فورم دستمراد علیف هنوز وقتی مکتب خانیش به دل آدمان راه یافته بود. او پیوسته در آزمون‌های ناحیوی و جمهوریوی اشتراک کرده مهارت آوازخوانی خود را صیقل می‌داد و سرودهای تازه به تازه ایجاد می‌کرد. دستمراد علیف برای صیقل دادن مهارت آوازخوانی خود و برای آگاه شدن از نازکی‌های علمی موسیقی سال 1970 به فاکولته مدنی روشننما شعبه موسیقی و سرود دانشکده پداگوژی به نام قندیل جورایف شهر دوشنبه حاضره اینستیتوت دولتی صنعت تاجیکستان داخل شده آن را سال 1974 ختم نمود. موصوف در صنعت آوازخوانی رویه خاصی خود را پیدا کرد. خدمت‌های شایسته او را در روز نموی صنعت آوازخوانی تاجیک به نظر گرفته سال 1978 با قرار پرزیدوم شورای عالی ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان به دستمراد علیف عنوان فخری حافظ خلقی تاجیکستان داده شد. دستمراد علیف امروز در دل و دیده همدیاران، یار و دوستان و مردم فرهنگی و صاحب تمدن و صنعت پروری تاجیک زنده و جاوید است و هرگز از یادها نخواهد رفت. حاضرین محترم، چون اینجا مهمانان عزتمند از شهر و ناحیه‌های جمهوری حضور دارند، از فرصت مناسب استفاده نموده در فراورد سخنم بار دیگر مهمانان گرامی قدر را از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فیض‌آباد به دیار فیضباری فیض‌آباد خیر مقدم میگویم و در ادامه محفل امروزه برای هر یکی شما برار و طبع بالیده تمنا می نمایم. خوش آمدید مهمانان ارجمند، حاضرین گرامی. دوستان گرامی، عرض می‌نداره می‌کنیم برای چنین آرزو نیت‌ها و گفتنی‌هایی که این لحظه از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد از نام رئیس ناحیه در صحنه ما بهر اهل دوستدارندگان صنعت دیار تنین انداز گشت بار دیگر می‌نداریم. خوش آمدید یاران بر بزم و محفل ما، بر خانه‌های چشم و بر خانه دل ما. فرهنگ و ننگ و ملت هم دانش و فضیلت بر دوش می نماییم از کشت و حاصل ما. بله، تا زمانی که جشن نوروز است و جشن مهرگان، علم سینا است و نقش بهزاد، نوای نوروزی عجم است و ارغشت مناجات و صدای خوب شادروان دستمراد علی کس نمیخواهد غم آلوده باشد. گویا امروز از دوریهای دور دستمراد به سوی هر یک تماشابین امروزه دیده دوخته میگوید: دوستان، فصل بهاران مرا یاد کنید، لبی فواره مهجان مرا یاد کنید. هرگاه شلشله باران بارید، با همان شلشله باران مرا یاد کنید. پس امروز که همگان یاد کردیم از این مرد هنر همیشه با شما باشد صنعت والای این دیار و این سرزمینی باستان. دوستان گرامی، اینک برنامه کنسرتی امان را بخشیده به 75 سالگی حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان شادروان دستمراد علی منظور شما می داریم. مرحمت تماشا کنید. در اول با ترانه چشم تاجیک که به قلم ظریف عباد داخل دارد و آن را شاگرد از همه اساسی دستمراد علی قربان علی عادی نیوف بهر استقبال مهمانان ترانه سرایی میکند. مرحمت استقبال میگیرید. عاشق یار است
شهوار است بس مهمانش نور دیده تاج سر مهمانش نور دیده تاج سر خانه تو دیگ پر انوار است بس خانه تو دیگ پر انوار است بس دوستان از لطف ما راضی بشاد لهجه ای تا دیگ شکروار است بس صحبتی ما از نکویی و شرف صحبتی ما از نکویی و شرف گوش تاجی پن بردار است بس گوش تاجی پن بردار است بس دولتی ما سنگ کوه کوهسار سنگ تاجیک گنج تهیار است بس از تمام این مخزن و گنجی جهان از تمام این مخزن و گنجی جهان بهر تاجیک مهر در کار است بس بهر تاجیک مهر در کار است بس یادی استاد شیخ مومینов آهنگ ابوبکر گلانов اجرا میکند محمد جان قربانов استقبال گیرید ساحل میزند موج با فرقی سنگ ساحل میزند موج زی موجی در خروشی بری لوگ
من از استاد جانی میکنم یاد ز فصلی نوجوانی میکنم یاد ز فصلی نوجوانی میکنم یاد من از استاد جانی میکنم یاد ز فصلی نوجوانی میکنم یاد ز فصلی نوجوانی میکنم یاد ز فصلی نوجوانی میکنم یاد من از استاد جانی میکنم یاد. الا یاری جفاکار، شعر امیر خسروی دهلوی، آهنگ دوستمراد علیوف، اجرا کننده مهمان الشهری راغون سلطنت حسنова. جفا بر من وفایت
ناز شعر خلق آهنگ دوستمراد علیف سراینده بکمراد گلمرادov خواب بینم شعر از حق نظر غایب آهنگی دوستمراد علیف اجرا میکند عبیدالله صابرov. هر شب خوابینم چرا باید تو شبها نشینم تو را من از هر شب خوابینم چرا باید تو شبها نشینم گل روی تو را لحظه جویم بر کس قصه عشقی تو گویم گل روی تو را لحظه جویم بر کس قصه عشقی تو گویم
عجب نکرده‌ای کیوا فراموش چراغی دل را بنمودی خاموش عجب نکرده‌ای کیوا فراموش کجا دانی ولی من در چه حالم به یادت بند این فکر و خیالم کجا دانی ولی من در چه حالم به یادت بند این فکر و خیالم چرا در دیده و دل جای داریم بگو با این همه خواری و زاریم چرا در دیده و دل جای داریم بگو با این همه خواری و زاریم چرا در دیده و دل جای داریم چرا در دیده و دل جای داریم چرا در دیده و دل جای داریم در میان محفل شعر علی زیایف آهنگ دوستمراد علیف سراینده خال محمد بویداغزاده مهمان از شهر نارک در میان محفل یک ماه تو دیدم
یارم. شعر ادیب عزیز، سراینده مؤلف آهنگ رستم بابیف. شده باران مفصل گریه کردم، بروی تپه و تر گریه کردم، بری تابوت عشقی آخرینم، برای عشقی اول گریه کردم. دیگر نیابد پیش من یارم، دیگر مده غصه بسیارم. از من که جدا شدی با دیگران یار شدی، از من که جدا شدی با دیگران یار شدی. بے وفایی بے وفایی نازنینم، ای ستمگر ای ستمگر بے وفایی. چی مقبول و چو زیبا و قشنگی، چرا ای بے وفا با ما بجنگی؟ بیا آرامی جان و مهربان شب، دیلم آخر به جان آمد زی تنگی. دیگر نیا به پیش من یارم، دیگر مده غصه بسیارم. از من که جدا شدی با دیگران یار شدی، از من که جدا شدی با دیگران یار شدی. بے وفایی بے وفایی نازنینم، ای ستمگر ای ستمگر بے وفایی. ای ستمگر ای ستمگر بے وفایی. دوستان گرامی، این لحظه به صحنه هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، گلدختری زیبای دیار فیض‌آباد، بانوی صنعت تاجیک محرمه شریپова را میخوانیم. در روی رهت مثال گرد افتادم، از خوردن غم هات به درد افتادم، از خوردن غم هات به درد افتادم. غیر از غم تو غمی دیگر نیست مرا، نیست مرا. خوردم غم تو برنگ زرد افتادم، خوردم غم تو برنگ زرد افتادم. در روی زمین گلی سری خار منم، آواز بلند نگیر که افگار منم، آواز بلند نگیر که افگار منم. افگار منم زیرا که بیار منم، یار منم. از سال دلی زورت خبردار منم، از سال دلی زورت خبردار منم. رحمت
چی غم دارم دیگه 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 چی غم دارم آرزوی مشکل ای دلربا شعرها از محمد غایب آهنگ دوستمراد علیف سراینده تاجزاده سفر هستی آرزوی مشکل من تو در اندیشه های مایل من تو هستی آرزوی مشکل من تو در اندیشه های مایل من تو را باید نگه دارد دل من برای زندگی جاودانه تو را باید نگه دارد دل من کسی که درد و غم در سینه دارد خیالم و همه گنجی ندارد کسی که درد و غم در سینه دارد خیالم و همه گنجی ندارد غم و دردی تو باشد حاصل من تو را باید نگه دارد دل من دردی تو باشد حاصلی من تو را باید نگه دارد دل من صفا بخشنده بر جسم و جهانی چو دریای روانی زندگانی صفا بخشنده بر جسم و جهانی نباشد تو نباشد ساحل من تو را باید نگه دارد دل من نباشی تو نباشد ساحل من تو را باید نگه دارد دل من تو را باید نگه دارد دل من
آمد دست دل ربا بر سری وعده خود کن یا ربا جای صحبت آمد دست دل ربا بر سری وعده خود کن یا ربا بوده با صبر من بریده با بریده با بوده با صبر من بریده با بریده با بیقرار اومد برا جانانه دل فیگار اومد برا جانانه گشنرانان در تنور در می شود چشمی من کی با دیدن سر می شود گشنرانان در تنور در می شود چشمی من کی با دیدن سر می شود باد یک بوسه دلم سر می شود سر می شود باد یک بوسه دلم سر می شود سر می شود بیقرار آمد برا جانانه دل فیگار آمد برا جانانه دستی بد هست بیا بریم هر دوی ما سیر کنا سوی گلیستان می دستی بد هست بیا بریم هر دوی ما سیر کنا سوی گلیستان می دل برکی من منشین در زمین در زمین دل برکی من منشین در زمین در زمین جای تو باشد سری دستان می جای تو باشد سری دستان می جای تو باشد سری دستانم بیمان من میرم و تو جاویدان باشی. شعر گلرخسار صفیه آهنگ دستمراد علیوف. اجرا کننده مهمان از ناحیه رودکی مصطفی قاسموف. بمان گل برگی روی من خزان گردد تمری جاویدانو به خزان باشی تمری جاویدانو به خزان باشی بمان من سوزم و تو در امان باشی بمان من میرم و تو جاویدان باشی بمان من سوزم و تو در امان باشی بمان من میرم و تو جاویدان باشی بمان هر لحظه چنگی نامرادی ها
خطی آژن بگذارد بمان هر لحظه چنگین و مرادی ها بر رخسارم خطی آژن بگذارد بمان عشقی تو چون زخمی نهان دل مرا هر لحظه و هر روز آزارد بمان عشقی تو چون زخمی نهان دل مرا هر لحظه و هر روز آزارد توانی ستوانا را به تو بخشم بیفتم من اگر تو ناتوان باشی با پاس این همه امید قربانی مبادا دشمنم رو یاری جان باشی مبادا که عزیزی دیگران باشی بمان من سوزم و تو در امان باشی بمان من میرم و تو جاویدان باشی بمان من سوزم و تو در امان باشی بمان من میرم و تو جاویدان باشی بمان من میرم و تو جاویدان باشی دستم بگیر شعر عبدالله رهنما سراینده مؤلف آهنگ بحرالدین ناظرов در دمی توفانی دریای دمان دستم بگیر در تفی صحرای سوزانی زمان دستم بگیر در تفی صحرای سوزانی زمان دستم بگیر در نبردی زندگانی استخوانم گرد شد در نبردی زندگانی استخوانم گرد شد زیری سنگینی این باری گران دستم بگیر زیری سنگینی این باری گران دستم بگیر در دمی توفانی دریای دمان دستم بگیر شیخ در شوقی جزایی عاشقان افتاده است شیخ در شوقی جزایی عاشقان افتاده است بی پناهم ای پناهی
عاشقان دستم بگیر ای پناهم ای پناهی عاشقان دستم بگیر در دمی توفانی دریای دمان دستم بگیر زندگی را مرده مرده زندگی کردم گذشت زندگی را مرده مرده زندگی کردم گذشت ساعتی تشریفی مرگی ناگهان دستم بگیر رازهای رهنما را از کرم عریان مکن ای کریمی رازداری رازدان دستم بگیر ای کریمی رازداری رازدان دستم بگیر در دمی توفانی دریای دمان دستم بگیر حاضرین گرامی، حالا بر صحنه سلیسی انسامبل دریای نزد کمیته رادیو و تلویزیون جمهوری تاجیکستان جگربند شادروان دوستمراد علی نوروزی دوستمراد را میخوانیم. چکندار کجا میروی از نظر یار کجا میروی از نظر یار کجا میروی در شب تاریک بس تو راغت بودم در شب تاریک بس تو راغت بودم ماه شب تار کجا میروی ماه شب تار کجا میروی مرا از خود رضا هرگز نکردی جدایی کردی و رفتی ز پیشم و بی ترس از خدا هرگز نکردی جدایی کردی و رفتی ز پیشم و بی ترس از خدا هرگز نکردی چکندار کجا میروی از نظر یار کجا میروی از نظر یار کجا میروی در شب تاریک بس تو راغت بودم در شب تاریک بس تو راغت بودم ماه شب تار کجا میروی ماه شب تار کجا میروی
یار کجا می روی در شب تاریک به سراغت بودم در شب تاریک به سراغت بودم ماه شب تار کجا می روی ماه شب تار کجا می روی قیمتی بازار کجا می روی کرته چکندار کجا می روی سلام باشید زنده باشید خوش آمده مهمان عزیز زنده باشید چرا نمی آیی شعری بازار صابیر اجرا میکند مؤلف آهنگ سلیمانов عبدالجبار شد چرا نمی آیی دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی آیی پرندگان مهاجر بلا نبرگشتن دوباره چه اثر شد چرا نمی آیی پرندگان مهاجر بلا نبرگشتن چه اثر شد چرا نمی آیی برادران مسافر به خانه برگشتن شد چرا نمی آیی نهال پشتی درد با قدد برابر بود چنار خوش قد بر شد چرا نمی آیی شد چرا نمی آیی دوباره ماهی دیگر شد چرا نمی آیی پرندگان مهاجر بلا نبرگشتن دوباره چه اثر شد چرا نمی آیی پرندگان مهاجر بلا نبرگشتن شد چرا نمی آیی دوباره چه اثر شد چرا نمی آیی دوباره چه اثر شد چرا نمی آیی شعر و آهنگ آذری اجرا کننده فیضعلی اشرف
نمی آیی به بالینم. شعری سیدا، آهنگی دوستمراد علیев، سراینده مهمان از ناحیه واسه دولتمراد تقویف. بطر از من منان مرغم که در صحنه دلیست و باز پروازم منان مرغم که در صحنه دلیست و باز پروازم تمنایی وصالت رفت آخر بالا پر از من تمنایی وصالت رفت آخر بالا پر از من به صحنه مهمان از ولایت ختلان شهر باختر کریموف محمدالله را با ترانه شکرانه میخوانیم. مرحمت. شکرانه باید کرد برای سبزش مردی کهن شکرانه باید کرد برای سبزش مردی کهن شکرانه باید کرد سخن آزاد و دین آزاد و آباد از ملک ما
این آزادی دین و سخن شکرانه باید کرد. با این آزادی دین و سخن شکرانه باید کرد. گذشتن باید از این منی و ناتفاقی ها. گذشتن باید از این منی و ناتفاقی ها. برای یک دلی ما و من شکرانه باید کرد. برای یک دلی ما و من شکرانه باید کرد. نقاب آمد رباب آمد همه فیض و سخا آمد. نقاب آمد رباب آمد همه فیض و سخا آمد. برای پیش رفتی مفن شکرانه باید کرد. برای پیش رفتی مفن شکرانه باید کرد. شکرانه باید کرد. برای سفر این انجمن شکرانه باید کرد. با این آب و با این خاکی وطن شکرانه باید کرد. اولیاقول خدیروف مهمان از ناحیه حصار با ترانه نوبهار. کجای نوبهاری من، کجای غمگساری من، با دل دارم تمنایم بیا یک دم کناری من. گذر بر کوی تو دارم، نظر بر روی تو دارم، هوس بر موی تو دارم، تو باشی غم براری من. هوس بر موی تو دارم، تو باشی غم براری من. کجای نوبهاری من. مرو جانم به هر منزل یاره، نگردد زحمتم باطل، بیخندد غنچه های دل یاره، اگر باشی بهاری من. بیخندد غنچه های دل یاره، اگر باشی بهاری من.
توی دنیای رنگینم اگر آیی به بالی و تو آرام بنشینم توی صبر و قراری من کجای نوبهاری من کجای غمگساری من و دل دارم تمنایم بیا یک دم کناری من گذر بر کوی تو دارم نظر بر روی تو دارم هوس بر موی تو دارم تو باشی غم براری من هوس بر موی تو دارم تو باشی غم براری من کجای نوبهاری من کجای نوبهاری من کجای نوبهاری من بهاری من بهاری من بهار آمد شعر و آهنگ خلق اجرا کننده مهمان از یابان یوسف جان حکیموف. نوروز شد و گلها با جمال نازنین سبز و سه برگه ها سر برآرد از زمین هر گیاه خشک باشد سبز گردد در بهار حیف تخم آدمی هرگز نروید از زمین بیا که برویم سیر شکوفه که گلها به شمار آمد شیرین جان بیا که برویم سیر شکوفه که گلها به شمار آمد شیرین جان با پهلویت نمیشینم چی حاصل با باغ تو درایم خوش و پرگل از آن گل ها نمیچینم چی حاصل با باغ تو درایم خوش و پرگل از آن گل ها نمیچینم چی حاصل دل با تو بستم میان کف ها باشه سلامت دعاگوی تو باشم تا قیامت میان کف ها باشه سلامت دعاگوی تو باشم تا قیامت
بیا تو یک دمه با خاطر شاد زیروی لالت دارد گل بچینم بیا تو یک دمه با خاطر شاد زیروی لالت دارد گل بچینم زیروی لالت دارد گل بچینم دوشنبه شعر از بازار صابر آهنگ دوست مراد علیوف اجرا کننده مهمان از شهر دوشنبه سیراج الدین کیرامزاد هر جا که روم چشم بود سوی دوشنبه هرگز نشدم سیر من از بوی دوشنبه با بادی سری زلف سیه موی دوشنبه 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 لا 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 آید به مشام محمدم بوی دوشنبه بوی دوشنبه آید به مشام محمدم بوی دوشنبه بوی دوشنبه شهر کرباباد مرا در همه عالم طلای شود مهر من از پرتو عالم و مردمکی خانه چشمش بنهادم دوشنبه دوشنبه لا 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 آید به مشام محمدم بوی دوشنبه بوی دوشنبه به زمزمه آب سخن بوی دوشنبه بوی دوشنبه شبها که نگردد ماه شمشاد شمشاد طلای شود مهر من از پرتو آفتاب فرزند دوشنبه و دیگر جا نرود خواب دوشنبه دوشنبه لا 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 آید به مشام محمدم بوی دوشنبه بوی دوشنبه هر کس که وطن کرد با پهلوی دوشنبه روی دوشنبه هر کس که وطن کرد با پهلوی دوشنبه روی دوشنبه روی دوشنبه روی دوشنبه سلامت باشه من تاجیکم و تاج برایم وطن است من بلبلم و وطن برایم چمن است من شاعرم و هدیه من بهر وطن گلدسته تازه زیباغی سخن است پس از وفا تربتی ما در زمین مجوی در سینه های مردمی عارف مزار ماست عرض مینداری میکنیم بار دیگر به کلی آن مردمی که از زرافشان تا بدخشان از حصار و رشت و ختلان به خاطر استاد دوست مراد علی تشریف فیض آباد را کردند سری تعظیم نزد شما در همین جا برنامه کنسرتی ما به پایان رسید سربلند و خانه آباد باشه خوش آمدن